بینندگان کانال معلومات اسلامی خواهران و برادرانی که ویدیوهای ما را تماشا میکنید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این ویدیو میخواهم درباره 6 عملی که اگر این اعمال را در نمازهایمان انجام بدیم سبب کاهش ثواب نمازمان می شود، از دیدگاه قرآن و حدیث صحیح رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برایتان بیان نمایم. حتما این ویدیو را تا به آخرش ببینید. اولین عملی که باعث می شود ثواب نمازی من و شما به نزد الله تعالی کم شوند، خواندن نماز بدون خشوع و خضوع و حضور قلب می باشد. چنان که انسان در نماز ایستاده است، فکری انسان در دکانش است، فکر انسان در رانندگیش است، فکر انسان در هتلش است، فکر انسان در کارهای درسی بیرونیش است. در نماز خود تمرکز روحی ندارد، تمرکز مغزی ندارد. این چنین نماز ثوابش به نزد الله تعالی بسیار کم می باشد. تمرکز در نماز، تمرکز روحی و جسمی در نماز بسیار اهمیتی بالایی دارد. الله تعالی یکی از دلایل موفقیتی بنده مؤمن را در نماز خشوع و خضوع بیان کرده است. قسمی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند یک بنده مؤمن زمانی که نماز میخواند، الله برای از او 10 ثواب، 9 ثواب، 8 ثواب، 7 ثواب و به بعضی بنده ها 6 ثواب میدهد. هر چی تمرکز انسان در نماز بالا باشد ثواب نمازش بسیار بالا است و اگر پایین باشد ثواب نمازش خفت میکند و کم میشود. دومین عملی که باعث کاهش ثواب نماز انسان می شود عجله کردن، عجله خواندن در رکوع سجده. می قسم فقط رکوع باز بالا، فقط رکوع باز بالا، مثل سجده هم سریع انجام بدیم. این چنین خواندن نماز، انجام دادن این عمل در نماز باعث می شود که ثواب نماز به نزد الله تعالی بسیار کم شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند بدترین دوست کسی است که از نماز خودش چی میکنه؟ دزدی میکند. اصحاب فرمودند یا رسول الله چگونه انسان از نماز خود دزدی میکند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود رکوع، سجده، قیام و قعده خود را برابر نمی سازد، نماز خود را به عجله میخواند. ببینید عزیزان دل، خواندن نماز و این معنا نیست که تو از سرت یک مسئولیت ادا کنی و فقط تیز بخونی. نماز از خود روش دارد، اسلوب دارد، قوانین دارد. چگونه رکوع کنیم، در رکوع چه کدام اذکار را انجام بدیم، چقدر رکوع من طول داشته باشد. این دفعه به نزد خدای تعالی بسیار جایگاه دارد، ثواب دارد. ببینید در دنیا اگر یک انسانی را در کارت موظف کنی، کارت به خوبی انجام بدید، بیگاه مزدش را پوره میدید و از پیشش هم خوش هستی. و اگر بروی بجای از اینکه کارت را جور کرده باشه، کارت خراب کرده باشه، کج دیوالت کج کرده باشه، برایت مشکل ایجاد کرده باشه، بجای از اینکه پولش هم نمیدی، حتی دشنامش هم میدی، حتی لعنتش هم میکنی، حتی برایش تحقیر هم میکنی. مؤمنم که زمانی که نماز میخواند، قسم گفته الله و پیامبر که نماز بخواند در نمازش عجله نکند، الله تعالی برای از او ثواب پره و کامل میدهد و از پیش این مؤمن و بنده مؤمنم خوش است. اما زمانی که نماز بر درستی انجام ندهد، رکوع سجده درست نکنه، الله تعالی به جای ثواب برای از عذاب میدهد. مانند این شکل خودت که فکر کنی به یک انسانی کارگری که کارت خراب کرده باشه، برش میگویی که کارم خراب کردی، باش رفتار میکنی، رفتاری خشی. ببین باید نماز را به عجله نخونیم. باید نماز قسمی که الله و پیامبر گفته همه قسم، رکوعی درست، سجده‌ای درست، قیامی درست، قومه‌ای درست بکنیم. سومین عملی که باعث می شود که نماز انسان ثوابش به نزد الله تعالی کم شود، نماز با ریا می باشد. این نماز را به خاطر الله تعالی و به خاطر رضای الله انسان نخواند و نماز را به خاطر نشان دادن به مردم، به خاطر که مردم بگوید این نمازخوان خوب است، به خاطر اینکه مردم بگوید این انسانی متقی و پرهیزگار است، این انسانی است که واقعا فرمان خدا را به جا میارد، به این خاطر نماز بخونه انسان.
این نمازم به نزد الله تعالی هیچ اثری ندارد. قسمی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من از بدترین شرکی که در میان شما میترسم و ریاست. ان اخوف ما اخاف علیکم الریا. به تحقیق از بزرگترین چیزی که من در اعمالتان از شما امت بیم دارم که اگر آن را انجام دهید ثواب اعمالتان را ضربه بزند، آن ریا می باشد. انسان باید نماز می خواند، روزه می گیرد، صدقه می دهد، هر کار خیر را که انجام می دهد تنها و تنها هدفش رضای الهی و به دست آوردن محبت الله تعالی باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید انما الاعمال بالنیات. ریشه قبولیت هر عمل در نیت انسان وابسته است و بدون نیت الله تعالی هیچ عمل را قبول نمیکند. در نماز باید هدف اصلی من رضای خدا باشد. چهارمین عملی که باعث می شود نماز ما ثوابش حفظ کند کم شود، تأخیر نماز بدون عذر شرعی است. بدون عذر شرعی نماز ما با وقت نخوانیم. خواندن نماز در وقتش بسیار ثواب انگفتی به نزد الله تعالی دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرده شد. به پیامبر خدا گفتند که کدام اعمال به نزد الله تعالی افضلتر و بهتر می باشد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة علی وقتها. خواندن نماز در وقتش. کسی که در وقت اولش نماز را بخواند الله برایش 10 ثواب میدهد و کسی که تأخیر کند 4 ثواب، 3 ثواب یا 5 ثواب برایش الله تعالی میدهد. نظر به حدیث پیامبر خدا. باید نماز بدون عذر شرعی که راه شرعی در ویدیوها گذاشتم باز ببینید. بدون عذر شرعی اگر نمازش به وقتش نخوانه به نزد الله تعالی ثواب نمازش بسیار زیاد افت میکنه و کم میشود. ولی وقت نماز فرض میباشد برای انسان و باید انسان نمازش به وقتش ادا کنه. پنجم ارتکابی گناه و عدم توبه. انسان نماز میخواند اما گناه میکند. انسان نماز میخواند اما فحشا میکند. انسان نماز میخواند اما ظلم میکند. انسان نماز میخواند اما رازنی میکند، قتل میکند. امی اعمالی بد انجام میدهد و توبه هم نمیکند و در گناه خود همیشه مصر است و انجام میدهد. این باعث میشد که ثواب نماز من بسیار زیاد کم شود. نمازها من برای دیگران داده شود. در حدیث صحیح رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند یا اصحابی من مفلس کیست؟ صحابه فرمودند کسی است که پول و پیسه نداشته باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند نه خیر، مفلس کسی است که در روز قیامت بیاید اعمال زیاد داشته باشد، نمازاش پوره خوانده باشد، روزش پوره گرفته باشد، زکاتش را پوره داده باشد، حج کرده باشد، اما یکی را ظلم کرده، یکی را قتل کرده، یکی را دشنام داده، یکی را حقش را خورده. اینها بیاین و اعمال نیکی از زیر بگیرن و خودش خالی بماند. و اگر اعمال نیکش حقی از این بنده ها را پره نکرد، از گناهی بنده ها الله بگیرد و در گردن این بنده ظالم بیندازد و با این قدر اعمال نیکش بازم به دوزخ برود. مفلس واقعی چنین بنده است. این اصرار بر گناه، ترک نکردن ظلم، ترک نکردن عداوت و دشمنی با مسلمانان باعث می شود که نمازهای ایمان حقی از اونها شود و خودمان خالی بمانیم. ششم غفلت از سنت ها و اذکار نماز می باشد. ششمین عملی که باعث می شود که نمازمان ثوابش کم شود، اذکاری بعد از نماز ما انجام ندهیم، سنت های بعد از نماز انجام ندهیم. قسمی که به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یک عده از اصحاب آمدند به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یا رسول الله، بزرگان، کسانی که مال داشتند، ثروت داشتند، آنها از زکات میدهند، آنها در راه خدا مجاهدین را کمک میکنند، آنها به حج میروند، اما ما چیزی نداریم که در راه خدا انفاق کنیم، صدقه بدیم، چی کنیم؟ پیامبر خدا برایشان فرمود شما اذکاری بعد از نماز را انجام بدید. 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، 33 بار الله اکبر، در آخر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را بخوانید. این باعث می شود که ثواب شما از ثوابی از اونها کده زیادتر شود.
اعمال ثواب نماز را زیاد میکند. اگر انجام داده نشود باعث کمبودی ثواب اعمال و ثواب نماز انسان می شود. اگر تا اینجا ویدیو را دیدید، این ویدیو را امرسانی کنید به افرادی که نمازها را میخوانند این اعمال انجام نمیدهند تا انجام دهند ثواب نمازشان زیاد شود. ویدیو را لایک کن تا یوتیوب به افراد بیشتری نشان دهد و برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال را سابسکرایب کنید. و اگر میخواهی درباره 7 فواید شگفت انگیز نماز بدانی، ویدیوی بالا را برات گذاشتم تماشا کن. و همچنین اگر میخواهی درباره تمام مسائل نماز بدانی، این پلیلیست را برایت گذاشتم، براش کلیک کن و ویدیوهای داخلش را ببین. تا ویدیوی بعدی و دیداری بعدی، الله حافظ و نگهدارتان باشد.